طبقی هم معلومات سازمان های بین المللی بحران آذوقه‌واری جهانی سالهای 2022-2023 یکی از شدیدترین بحرانات در تاریخ بشر بوده. در 82 کشور دنیا بیش از 1.7 میلیارد آدم دچار شدند. این نمیشه بروز. این شماره کم نیست. علاوه بر این سال 2023 در تاریخ مشاهده‌های آب و هواشناسی سال گردترین انسانیت به شما سال 2023. یعنی ما شما از این سختیات سخت‌ترش گذراندیم. جنگ بدبختی تحمیلی شهروندی به خانه و در ماندیم، خانه‌های خود را آتش زدیم، فرزندانمان را گم کردیم، خویش اقربا یار و دوستانمان را گم کردیم. خب از سر گذرانیم. حتی قریب به گرسنگی آمده بودیم. چرا استعمال نکردیم؟ یعنی آن تاکیدهایی که من 10 ساله آخر گشته برگشته میکنم که هر یک عائله باید ذخیره مواد غذایی 2 ساله داشته باشد. این شوخی نیست. هرچی محصولاتی که میتوانیم با کدام راه و تکنولوژی که نباشد برای عائله خودت مخصوصا در فصل زمستان و تیرما داشته باشید. نه اینکه تیرما و زمستان همه ساله. ما کسی امروز پیشگویی کردن نمیتواند که غیر فلسطین و غیر اوکراین و دیگر فردا در کجا چنین آفتی چنین بدبختی سر بزنند. در کجا؟ سال گذشته ماه اکتبر برف و باران در تاجیکستان شروع شده بود. از ماه اکتبر تا امروز یک ماه زمستان پسی سر میشه. تیرما پسی سر شد. نسبت به سال گذشته 90% بارشات کم است. اگر همین خیلی ادامه یابد در جهان بسیار تغییرات های وی رفته ایستاده است که هیچ یگان سیاستمدار جهانی پیشگویی یگان دانشمند پیشگویی کردن نمیتواند. چه انتظار است ما را؟ پگاه دیگر